سلام بچه ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. من اومدم با یه ویدیوی دیگه. توی این ویدیو میخوایم در مورد ارز مسافرتی، شرایطش و اینکه چطوری میتونیم ثبت نام کنیم و بگیریم صحبت کنیم، چون که زیاد توی پیج میپرسین. البته که من مطمئنم همتون حتی اگه یک بار هم رفته باشید خارج از کشور دیگه میدونید، تقریبا آشنایید چطوری میتونید ارز بگیرید و ثبت نام کنید. اما گفتم میام تو این ویدیو چیزای تجربیات خودم و چیزایی که هست رو بهتون منتقل کنم. خب ببینید، ارز مسافرتی اصلا چیه؟ ارز مسافرتی با ارز دلار آزاد چه فرقی داره؟ هر سال دولت یا صرافی بانک ملی میاد یه تعداد محدودی دلار رو به قیمت دولتی برای مسافران خارج از کشور اختصاص میده و هر نفر میتونه هر سال فقط یک دفعه این رو ثبت نام کنه و دریافت کنه. من آخرین تجربه‌ای که دارم برای مسافرت آخر اسفند بود به تاجیکستان که اونجا ارز رو گرفتم. البته که چون پارسال یعنی 1403 قبل از تاجیکستان 2 سفر خارج از کشور دیگه هم داشتم، نتونستم ارز رو برای این مسافرت آخرم برای خودم بگیرم، چون که هر نفر به ازای هر کد ملی فقط یک بار میتونه در سال این ارز رو دریافت کنه. ولی برای بقیه اعضای خانواده‌ام تونستیم، مثلا من و بابام نمیتونستیم اما مامانم میتونست، برای اون ثبت نام کردیم و گرفتیم. حالا شرایطش چیه؟ ببینید، من توی این ویدیو اول میخوام یه توضیحاتی بهتون بدم، بعدش هم توی خود اپلیکیشن بهتون توضیح میدم که دقیق چطوری ثبت نام کنید. یه اپلیکیشنی هست به نام بله. کلا گرفتن ارز مسافرتی و ثبت نام 2 راه داره. یکی این که به صورت حضوری برید شعبه های ارزی بانک ملی، اونجا حضوری دریافت کنید با مدارکتون. یه روش دیگه ثبت نام ارز مسافرتی به صورت آنلاین و از طریق اپلیکیشن بله، خب که اینو براتون میذارم. برای ارز مسافرتی مثلا میخوام ببینیم چه فرقی داره. الان من امروز چند 27 فروردین، خب من که الان چک کردم ارز دلار آزاد 88,700 بود، ولی قیمت دلار مسافرتی به تاریخ امروز حدود 70,500 که تفاوت این دوتا یه چیزی بین 9 تا 10 میلیون میشه. یعنی حدود 10 میلیون شما سود میکنید اگه 500 دلار مسافرتی بگیرید. شما اگه مثلا خودتون دیگه نمیتونید ارز بگیرید، یه بار سفر رفتید یا 2 بار سفر رفتید، یکیشو استفاده کردین، میتونین از سهمیه دلار پدرتون، مادرتون، خواهرتون استفاده کنید. خب مشکلی از این قضیه نیست اگه اونها مشکلی نداشته باشن و سهم خودشونو برای 1 سال نخوان. میگم هر نفر هر سال فقط 1 بار میتونه بگیره. میتونید از ارز اونها استفاده کنید. توی اپلیکیشن شما باید یه حساب کاربری باز کنید از طریق شماره حسابی که به اسم اون فردیه که میخواید از کد ملیش استفاده کنید. باید حتما حواستون باشه که شماره تماس باید به اسم همون فردی که کد ملیش هست باشه. و یه نکته مهم این دیگه اینه که شما اون پولی که از طریق اپلیکیشن میخواید پرداخت کنید، مثلا 30 خورده میلیون، باید از حسابی باشه که به اسم همون نام کاربری ثبت شده باشه. مثلا من توی اردیبهشت ماه بود که میخواستیم یه مسافرت بریم، یادمون رفته بود من واسه خودم بگیرم، لحظه آخر فکر کنم مثلا نیم ساعت 40 دقیقه مونده بود ثبت نام کردیم همونجا پیش باج فرودگاه. بعد می‌خواستیم پرداخت کنیم که مشکلی که پیش اومد این بود که توی حساب من اون مبلغ پول نبود. بابا می‌خواست به حساب من منتقل کنه، بعد بامش مشکل پیدا کرد، نمیتونست از طریق بام بریزه که مثلا زود بیاد منتقل بشه به حساب من. هیچی تونستیم متاسفانه. پس حواستون باشه که تو اون حسابی که میخواید ازش پول رو پرداخت کنید حتما اون مقدار کافی پول باشه، چون ممکنه حالا یه مشکلی پیش بیاد، این جابجایی پول خیلی طول بکشه. حالا موضوع مهم دیگه اینه که برای ثبت نام از طریق اپلیکیشن بله و به صورت آنلاین شما نیاز به اطلاعات پاسپورتتون دارید. پس حتما باید پاسپورتتون باشه، اما اطلاعات پرواز از شما نمیخواد. ولی شما
شما باید حدوداً بدونید که چه تاریخی میخواید پرواز کنید. به خاطر همین باید کارت یعنی پروازتون رو رزرو کرده باشید، چون اگه اون تاریخی که شما مشخص میکنید ارزتون رو دریافت نکنید، هم پولی که پرداخت کردید میسوزه، هم خب سهمیه دلارتون برای 1 سال از دست میره دیگه. به خاطر همین بهتره که قشنگ پروازتون رو بگیرید بعدش اقدام کنید. من معمولا 1-2 روز قبلش انجام میدم که مشکلی پیش نیاد، اما حد اکثر از 3 روز قبل پرواز میتونید اقدام کنید و حداقلی نداره، ولی مثلا دیگه تا 1 ساعت 2 ساعت قبل حتما انجام بدید که یه وقت واسه واریز کردن مشکلی پیش نیاد، حالا یه مشکلات غیر منتظره دیگه. و اینکه جمعه ها نمیشه انجام داد و ساعتش هم از ساعت 7 صبح تا 4-5 بعد از ظهر. مثلا اگه پروازتون ساعت مثلا 2 بامداد باشه و شما نگرفته باشید، ارزتون رو ثبت نام نکرده باشید، امکان این که دیگه ساعت 10 11 12 شب تازه به فکرش بیفتید ثبت نام کنید نیست، چون تازه ساعت 7 باز میشه. اینم حواستون باشه. چقدر دلار میتونید بگیرید؟ حداقل فکر کنم $100، حد اکثرش $500 که خب من پیشنهاد میدم $500 رو حتما بگیرید. خب به نفعتونه. بعد مثلا میپرسیم که یه نفر مثلا پدر خانواده میتونه برای همه اعضای خانواده خودش اقدام کنه؟ ببینید نمیتونی با شماره موبایل خودت که توی بله وارد میشی برای همه رو انجام بدی. باید هر سری شماره موبایل اون فردی که اون خط به اسمشه وارد بله بشی و انجام بدی. آره مثلا من برای مامانم خودم با گوشی خودم انجام دادم، ولی خب مثلا کد میاد به شماره اون کد رو به من میده، من بقیه مراحل رو انجام میدم. این به این صورت. و اینم نمیدونم گفتم یا نه که ارز مسافرتی فقط برای افراد 18 سال به بالاست. مثلا من خواهرم پایین 18 بود، خب بهش تعلق نمیگرفت دیگه. بعدش هم که به صورت آنلاین شما از طریق اپلیکیشن پرداخت کردید، بهتون یک کدی میده، شما این کد رو حتما اسکرین بگیرید توی گوشیتون نگه دارید که دیگه توی فرودگاه بعد از اینکه گیت آخر رو رد کردید، دقیقاً همون قسمتی که کافه و دیوتی فری و این چیزا داره، شما میتونید اونجا یه پله برقی داره. اگه فرودگاه امام رفته باشید میدونید، میرید اونجا چند تا باجه بانک ملی هست کنار هم، اون کد رو وارد باجه کنید و تعداد دلاری که میخواید رو بزنید. یعنی که اگه یه وقتی اروری چیزی پیش اومد، شما اونجا 2 نوع ارز دارید: ارز مسافرتی سیاحتی فکر کنم، یکی هم ارز عتبات عالیات. هیچ فرقی نداره، شما میتونید ارز عتبات عالیات رو بزنید. اگه یه وقت واسه اون یه اروری اخطاری چیزی پیش اومد، عتبات عالیات رو بزنید میشه. منم یه جا خونده بودم که نمیدونم چقدر صحت داره یا نه، شاید هم الکی باشه، میگفتن که دلارهای قدیمی اون سبزا خب تو اکثر کشورها دیگه اون منسوخ شده، اما با جاهای فرودگاه امام همچنان از اونها میدن، ولی برای دلار عتبات عالیات دلارهای جدید میدن. من خودم هم این سری که رفته بودم، چون دم عید بود و خیلی شلوغ بود، میزدیم سیاحتی اخطار میداد. بعد کناریم بهم گفتش که عتبات عالیات رو بزن، زدم و اوکی بود کاملا و دلارهای جدیدم داده بود. نمیدونم حالا شما تجربه دارین بهم بگین تو کامنت ها. دیگه اول وارد برنامه بله میشید و شماره موبایلی که به اسم خودتون هست رو وارد میکنید، یک کدی میاد اونم وارد میکنید، وارد برنامه میشید. قسمت سایر خدمات، ارز مسافرتی و درخواست ارز مسافرتی رو میزنید. این 5 تا نکته مهم هم حتما مطالعه کنید که بدونید. بعدش هم اطلاعات شخصی مثل اسمتون، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و کد ملی و شماره پاسپورتتون و همچنین کد پستی رو وارد میکنید. بعدش هم تاریخ تولدتون رو وارد میکنید و این 2 تا گزینه رو میزنید. حتما هم باید مقیم ایران باشید. این تعهدنامه و قوانین هم حتما مطالعه کنید. متن تعهدنامه رو علامت بزنید و برید مرحله بعدی. اینجا هم باید تاریخ پرواز، انتخاب فرودگاه و انتخاب کشور مقصد رو انجام بدید. تاریخ پروازتون نباید بیشتر از 3 روز قبل از پرواز باشه وگرنه اخطار میخورید. و بعد هم انتخاب فرودگاه و کشور مقصد. اینجا هم تعداد دلار مورد نیازتون رو علامت میزنید و میرید برای پرداخت که تقریبا شده 37,300,000. بعد که پرداخت کردید یه کدی بهتون میده، اون کد رو حتما نگه داشته باشید تا توی این قسمت فرودگاه کد رو وارد کنید و مقدار ارز انتخابتون رو به صورت دلار دریافت کنید.
امیدوارم اطلاعات این ویدیو به دردتون خورده باشه. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.